انشالله که یگان درد نداره نه. حد سازیم راجع به الله نیابانتون باشه. اصلا که هر چیزی که هست از جانب الله های چی درد خدا میگه و ما هم بیضارین الا باذن الله، یگان ضرر رسوندن نمیتونن تا که الله را نخواهد. وقتی که ما توکل به الله بکنیم برای ما بسنده های. اکثریت ما مثال ما همه ما مردم عموما مردم تاجیک معنا همش میگه که پیش لبوی ملا میروه اگر که جین نبرآمد اگه زنش ملا زورش نرسید نمیگه که عیب در خود همون انسان بیماره در او ملا نیست، عیب در خود همون انسان بیماره. الله شفاش در هر جا میمونه، هر کس سبب میکنه. لیکن اکثریت بگیم بیمارا نه نماز میخونن، نه طاعت عبادت الله میکنن، نه ذکر اذکار میکنن، نه تلاوت قرآن، نه نماز خوانی، نه دیگه چیزها هم کارا نمیکنن. چخیلی که از ما اگر 1001 نمود مسترم بیاریم نکی در خانه میگه اگر ما خانه داز باشیم خانه باید بازازیم 5 اشیانه 5 تجربه باش کنیم نکی برای همون را راست کردن نه کران داریم نه تراکتور داریم نه غشت دیوال دیگه هیچ چیز نداریم. نکی مستر را ای اروپا و دیگه جو میاریم برای چی؟ برای که هم خانه را بسازم. نکی برای ساختن همونا مثلا ما چیز سبب نمیکنیم، یعنی نمیخریم هم چیزایی که درکاری هم چیزای درکاری نمیخریم. یکی اگرم که حوض ما هم پیشی بگیم طبیبا بریم طبیب و کال کپل همه چیزاش که در دستش نباشه ترا معالجه کرده نمیتونه. هم خیلی همین مولای جنخان هم کدامش هم که نباشه اگر که شما طاعت عبادت الله نکنین ذکر اذکار تلاوت قرآن همین کارها را اگر که ما نکنیم یعنی شفا نمیویم. اگر پیش چندین مولاها هم نریم پیش بگیم کسانی که ممکنه باشه اگر که نریم تا اینکه ما سبب نکنیم همون چیزا یعنی تلاوت قرآن نخونیم ذکر اذکار عبادت الله نکنیم ساز نمیشیم. اگر که پیش مکه و مدینه را برن پیش قاریان نومی بهترین برن ساز نمیشه. برای چی؟ سببش شما نکردین، یعنی نمازها رو نمیخونن. اکثریتشون میان زنها خصوصا تاجیکستان بعضیش میان میگن ما تاجیکستان همش گشتیم یعنی ساز نشدیم. یعنی دسته اونها رو میبینیم مانیکیورش بگیم یا متری وری دراز کردگی لوا بوتوکس کردگی سر رنگ کراسکا که سر خنا فرمان کبود که آخه میگوش نماز میخونه میگه الحمدلله در روز میگه در روز 6 وقت نماز میخونم. سال 5 وقته با میخزد شب تهجد میخونده است. اگر قرش نمو میگه هفته میخونم نماز شروق هم میخونم سر هفته ها. از همون خاطر یعنی ما باید چیکار کنیم؟ حدی اقل باید نمازها رو بخونیم. از کاری صبح و شام باید بکنیم تا اینکه همون چیزها ضررش را نرسونن. هر کسی که بگیم بعد از نماز صبح یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من صلى صلاه الصبح هو فی ذمه الله، هر انسانی که نماز بامداد را بخونه او در ذمه خداوندی است. خدا او را به عهده میگیره که یگانچه او را ضرر رسوندن نمیتونه. مادامی که الله ما را به عهده میگیره، مادامی که الله به کلام میگه که شما یگانچه ضرر نمیتونه شما نماز بامداد را بخونین. اگر که بعد نماز بامداد ما بگیم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفر واتوب اليك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، سه مرتبه اگر بگیم تو بگاه یگان جین ضرر رسونده نمیتونه. سبحان الله وبحمده بدي هر یک نماز سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزینة عرشه ومداد کلمته. همینجا شاید که 3 یا 5 سکوند ما را وقت ما بگیره هم گفتنی هوای. اگر که 3 مرتبه بگیم خیلی 10 سکوند بگذار 1 منوت خود ما چیکار میکنیم؟ به خاطر الله و به خاطر سلامتی خود ما صرف میکنیم. اگر روز تلفن بشیم در تیک تاک شاید که ساعت قطعی وقت صرف کنیم همون زمیتی نکنیم، اما وقت قرآن هم میگیریم 2 دقیقه میخونیم سرم در گرفت اما چیز دست در درون ما بعد بهانه میکنیم. نه، وقتی که انسان بیمار شد باید چیکار کنه؟ رجوع یعنی برگشت به سوی پروردگار بکنه تا اینکه الله شفاش بده. اما ما کم که یگان بیماری میشیم چیکار میکنیم؟ سر از نماز میپرتاییم، با خویش اقربا صله رحمت دور میکنیم. چه بیمار هستیم؟ نبارد انسان وقتی بیمار شد شاید که مرگ بالاش اومده باشه، شاید الله اون بیماری را سبب کنه دنیا را مثلا بگردونه، یعنی دنیا را بگیره بس یعنی عقبای آخرت ببره. از همون خاطر ما نمیدونیم باید چیکار کنیم؟ همیشه تیار باشیم. برای که از میبینیم بسیاری اواری میکنن از دنیا میگذرن، یعنی بچه‌هایشون هم یعنی میخواد که با عمری دراز ببینه 70 80 100 سال عمر ببینه، نه که
پلان الله دیگه های. پلان میکشیم که ولی تا میکنیم اخیل میکنیم و دیگه کارها میکنیم. پلان الله برای ما دیگه های. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدونید که فردا چیکار میکنین. و ما تدری نفس به اردن تموت. و نمیدونید شما فردا در کدام قبیله و در کدام جو و مکان و در کدام روی دنیا از دنیا میگذرین. نمیدونیم. خلاص بسیاریامون در تاجیکستان، بعضیامون در گرمانیا، بعضیامون در فرانسه، بعضی در آمریکا، در کجا المهم میگذرن. بعضی گفتم در تاجیکستان، بعضی در ازبکستان، در قرقیزستان. المهم که یعنی میگذرن. وقتی که مرگ اومد کل نفس ذائقه الموت. همه نفس یعنی چشنده مرگ است. پیش از آنی که ما بار بگردیم به سوی پروردگار، الله چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسند از آن روزی که بار میگردیم به سوی پروردگار. یعنی همه عمل های ما و شما باید با همراه خودمون باشه. چون که الله سبحانه و تعالی بعد روز قیامت میگه اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. بخون کتابی که کتابت کرده بده. یعنی هر عملی ما کرده ایم نوشته میشه. مثل قرآن چه خیلی نوشته همین خیلی کتاب نامه اعمال ما، چی عمل خیر باشه چی عمل شر باشه، همش نوشته کرده. عمل های بدمون، عمل های خوبمون نوشته شده. از همون خاطر انسان هر گناهی کرده باشه، مثل ماه شریف رمضان الحمدلله قریب است، توبه کنن انسان. الله چی میگه؟ فاولئک یبدل الله سیئات الحسنات. الله مبدل میگردانه همه عمل های بد به حسنات، به کارهای خوب. از همون خاطر اگر که ما یعنی پیشه کنیم تقوا را، پیشه کنیم یعنی عبادت الله در جای یکم بمانیم، الله چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، پرهیز میکنه، الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. الله او را از همه چیز دور میکنه. یعنی ما بسیاری هم میگیم در کسب کارم برکت نیست. چی سبب؟ سببی که یعنی شاید که در خانه اون کس انسان بینماز، یا خودی همون شخصیتی که میگه که در کسب کارم برکت نیست، شاید یک کان کمبودی داره. اکثریتشون که پیش ما میان میگه در کسب کارم برکت نیست، خوشبختی نیست در زندگی، پرسانش میگن نماز نمیخوانم. حسن البصری رحمت الله علیه میفرماید که تفقدوا الحلاوه فی ثلاثه الاشیاء. شما میگه جستجو کنین سه چیز را، یعنی حلاوت را، زندگی را، خوشبختی در سه چیز. یکمش نماز، دیمش ذکر، سومش تلاوت قرآن. در این سه چیز میگه انسانی که همین کارها را بکنه و اگر در همین چیزها لذت نبره وای به حالش. یعنی باب رحمت، دری رحمت از جانب پروردگار برای اون شخصیت بسته است. اما متاسفانه اکثریت ما قرآن خواندن نمیتوانیم، اکثریت ما نماز نمیخوانیم، اکثریت ما ذکر نمیکنیم. چی به حال باشه؟ بعد ما مثال نیدوالست میکنیم که ما خوشبخت نیستیم، مثلا ناریزگی میکنیم که یعنی در کسب کارم برکت نیست، یعنی فرزندها ما گوش من نمیکنه، از راه بیرون دیگه و دیگه. مادامی که انسان خودش چه اصلاح نکنه، چقدر میدونی که فرزند اصلاح کنی؟ انسان خودش که کوشش و تلاش کنه، الله سبحانه و تعالی میتش. الله سبحانه و تعالی فرموده است که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند در یگان قوم، در یگان بشریت، در یگان انسانیت تغییرات نمیده تا اینکه ما خودش کوشش نکنه. اگر ما کوشش و تلاش نکنیم، مثال بگیم بریم سرمون پس نکنیم، نخونامون کوتاه نکنیم، موی لبهامون نگیریم، ریشامون کندگه نزنیم، یا کس نمیاد ما بکنه. اگر این کارا رو ما نکنیم میگه بمب جای. اگر که بریم خوشو کنیم خودمون میگه ماشاءالله بهترین کلاسف چیکای. یعنی کوشش کردیم برای ما هم در خیلی که در جسم کوشش میکنیم سپرسمن میشیم، تنه خشرو گفت که با گوز بالا گردن غوث دیگه و دیگه، خیلی ما جسمانی به قوت میکنیم، همین خیلی روحانی یعنی قلب هامر ایمان را به قوت بکنیم. خدا چی میگه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم والى اجسامكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی نگاه نمیکنه در انسانیت در شکل شمایل، یعنی در زیبایی نگاه نمیکنه، و در جسم های شما نگاه نمیکنه که شما گوزبالایین یا که خراب هستین یا که مشقی هستین یا که غوث هستین، بلکه الله سبحانه و تعالی نگاه میکنه در قلب های ما و عمل های ما. چه عمل ها کرده هستیم، چه عمل ها با همراه خود میبریم، چه عمل هایی که خوبی کردیم اونها با همراه ما و شما میمونه، دیگه باقی موندهش میمونه در دنیا. بعد برای هر یک این کارهایی که پول مال جمع که میکنیم، برای همه اینها جوابگویی از کجا به دست آوردین، در کجا صرف کردین، در کجا عمر خود را ضایع کردین. المهم که یعنی وقت را بیهوده صرف نکنیم. نمازها را وقتی که ما دور از وطن هستیم، از پدر مادر دور، از زن فرزند، از خویش اقربا
از وطنی که مثال بهترین جا و مکان است که ما در اونجا گفته و تعالی شدیم از دور هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر لقمه نان حلال آمدیم. لیکن میگم اکثریت ما از قفای لقمه نمیشیم، از قفای کارهایی که میشیم، اون کارها ما را عاقبت به زندان میبره. بسیاری جوان ها هستن که روی دارو فروشی و دیگه کارها در زندان ششتگی هستن. سببش در چیه؟ سببش که آمدن در کروگ ششتگی هم انسان های بد بودن، همونها بردن. چخیلی در خدمان میگوین که به دیکشینی با ما شوی به دیکشینی سیاه شوی. اما گیر در اطراف دیکی ششتی سیاه میشه گیر در اطرافت. یعنی به انسان هایی که خوب ششتی اونها را بس دعوت میکنن به سوی جنت، به انسان های بد ششتی اونها دعوت میکنن به سوی جهنم. از همون خاطر انسان باید چیکار کنه؟ اکروجه شه گیر اطراف خشب انسان باید پاک کنه، خچ اول پاک کنه و گیر اطراف شه. چخیلی که الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، و کسانی که ایمان آوردن خودت را از آتش جهنم نجات بده و اهل عائلت را، و گیر اطراف کسی که انسان های هستن. اون خاطر ان شاء الله هر دردی که هست، هر بیماری که هست، همه جانبی الله. یعنی انسانایی که از الحمدلله شما بهترینین، در بهترین صورت یگان درد ندارین، برین یک بار بگیم بلنیسا دخترا بگردین. انسانایی هستن گردن نداره، انسانایی هستن دست پا نداره، انسانایی هستن که ایمیون پیونش نیست، انسانایی هستن که مردینگی ندارن، یعنی سبب بیماری بریدن پرتافتنشون. یعنی اونها را باید ما ببینیم که الحمدلله شکرگزار باشیم پروردگار. در اون حالت ما میفهمیم سلامتی رو درک میکنیم، بعد شکرگزاریم پروردگار. این سحر و جادو و جن شیاطین اینها ضعیف هستن، لیکن متاسفانه ما خودمون ضعیفتر اونها رو نشان میدیم. شیطان چی میگه؟ میگه من تا روزی که هستم، قسم میخوره به عظمت پروردگار که من تا روزی که هستم با همراه خودم بندهایت را جهنم میبرم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر که بندهایت نمیتونم با همراه خودم جهنم برم. کدومی هستن؟ مخلصای تو هستن، یعنی تو را پرستش میکنن، تو را عبادت میکنن، با گفته تو میکنن. اونها را میگم میگن کار کردن نمیتونیم. ما میتونیم که از همون جمله شخصیت ها باشیم. یعنی اسلام نه تنها به خاطر برای ملاها است که برای ایشان ها، برای قاری ها، برای دیگه انسان ها. اسلام برای همه. دین اسلام علم برای همه. کسی که خواست طلب کرد. پول ملک ما را برای نه تنها برای بیزنسمن ها، برای همه کسی که بتونه کوشش میکنه پول پیدا میکنه. کسی که تنبل شده خونه شش چیکار میکنه؟ الله هم قرضش میده که زندگیش میبره. اگر ما کوشش تلاش کنیم الله سبحانه و تعالی میتونه. مثال میلیونرها که مولتی میلیونرها اما یگون چی زیادی و کمی ندارن که اونها مثال باید چیدن، پروست اونها خوب کم کردن، نه کار زیاد کردن. اما ما کار را کم میکنیم، خوب زیاد میکنیم، بعد میگیم چی با ما مایده اما بسیار پول دارن. الله سبحانه و تعالی هر انسان قلبش میده به مقدار قلبش میده. بعضی انسانا را الله امتحان میکنه با بویگری، بعضی ها رو با کم بغلی، بعضی ها رو با فرزندی، بعضی به فرزندی، بعضی ها الله سبحانه بسیار فرزندش میده، بعضی ها رو کم فرزند میده، بعضی ها رو فرزند تماما نمیده، بعضی ها رو بخواه هم بچه انداخته میده. یعنی الله امتحان میکنه بعضی ها رو بای میکنه که چیکار میکنه؟ آیا زکات میده؟ آیا نیازمندا رو دستگیری میکنه؟ امتحان میکنه دیگه. دستگیری الله سبحانه و تعالی تغییر میده. یا پرابلم بالات میاره که همه بویگریت میفروشی، با پرابلم حل کردن نمیتوانی. هم خودت چیکار کنیم؟ باید شکرگزار باشیم. الله میفرماید که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما شکرانه نعمت من نکنید من زیادش میکنم. اگر کفران نعمت من کردید من عذاب بالای شما میارم. شاید که مثال اکثریت من بعضیمون بیمار هستیم شکرگزار نبودیم در وقتش پروردگار. لیکن الله امتحان کرد، یک عذابی که یک بلا را بالامون میاره، اگه ببینیم که چیکار میکنیم. هم خاطر انشالله هر کجایی که هستیم فقط توکل به الله باشه. الله خودش برای ما و شما انشالله که موفقیت نصیب میگردانه. برای حرکت شما الله سبحانه و تعالی علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نسبت پروردگار قبول میشوند و حرکت کنیم که ماه شریف رمضان به عبادت الله صرف کنیم. قرآن را بسیار تلاوت بکنیم، چون که الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. شما قرآن را بخوانید، قرآن را تلاوت بکنید، بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشه برای انسانی که او را خوانده است. انسانی که او را تلاوت کرد رو شفاعت میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میگه هر انسانی که از کتاب الله یک حرف تلاوت بکنه
فله حسنه، برای یک حسنه هست. یک حسنه مبدل به 10 میگرده. و ما میگه نمیگوییم که الف لام میم یک حرف، بس که الفش هم حرف است و لامش هم حرف است و میمش هم حرفش است. کسی که سوره فاتحه رو میخونه 1390 ثواب میگیره. یک سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین سوره رو میخونه 1390 ثواب میگیره. نفیر که انسان که قرآن ختم میکنه، انسان که اصلا که در روز ختمش میکنه، انسان اصلا در 2 روز ختمش میکنن، حداقل حرکت کنیم، کوشش کنیم قرآن را هر روز بخونیم و ماه شریف رمضان 2-3 بار ختمش کنیم. حرکت کنیم، کوشش کنیم برای خودمون، یعنی هم راحتی احساس میکنیم، هم خوشبختی، هم ثواب، هم گفتی با نجات آخرت که شفاعتگر می باشه. سیودیت لسوی که از ما اگر یگان گناه کنیم، گناه هم نکنیم در بالامون، اگر یگان چی را بکنن مثل پرشیب که بخطوگی، ما سیودیت شهید داریم که این حقیقتی ما بده اینجا مکان بدیم نه سیودیت لساسته. اما قرآن روز قیامت چکو منه شفاعتگر میشه. روز قیامت میگه الله اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. میگه روزش میشه که الله سبحانه و تعالی در دهانهای شما مهر میزنه، پیچت محکم میشه. یوم نختم افواههم وتكلمنا ايديهم، دستان شما میگه به سخنرانی میدارن، گپ زنی نمیدارن. و تشهد ارجلهم، پاهای شما شاهدی میدن که شما کجا رفتید، بما كانوا يكسبون، چه عملهایی کردین پاهای شما شاهدی میدن. اون روز ان شاء الله که قرآن شاهدی میده که آمدن مرا تلاوت کردن، پاها شاهدی میده که رفتن مسجد چه کردن، قرآن شدن و تلاوت قرآن کردن. همینها برای ما و شما سیودیت میشه ان شاء الله. خدا حرکتی ما و شما باشه، نگهبان ما باشه. هر کجایی که هستین توکل به الله بکنین. وقتی که پیش یک ملا میرین، مثلا اگر 1 ساعت 2 ساعت بخونتونه، اگر خودتون در بالای جای نماز بشینین 40 دقیقه خودتون صرف کنین، ای 20 مرتبه که ملا برای شما میخونه برای شما بهتره. برای خودت کوشش کیستی، برای خودت کوشش کیستی. ملا به خاطر الله چقدر که میتونه کوشش میکنه، هر کسی که باشه. لیکن انسان که خودش که صدقاً وقتی دست به دعا میکنه، دست پروردگار طلب میکنه، الله چی میگه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میگه ما به شما از گردن قریب هستم. هر چیزی که میخوای از من طلب کن. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، هر وقتی که میگه بندگان من از من سوال میکنن چیزی که میخوان، ما به اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ما اجابت میکردم دعای اونها را هر وقت اونها از من طلب بکنن. به اون خاطر فقط که به الله هر وقتی که ما یگان چسکا یگان چی باشه، مثال میگه که همونجا به دکمه بگرد، ما داول نیم دیگه میگردیم یا میگه کار کرده و نمیتونه. مادامی که الله میگه توکل به ما بکن، برات بسنده. و من یتوکل علی الله فهو و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که توکل به الله میکنه برای بسنده هست. در آیات خدا میگه و یرزقه من حیث ولا یحتسب، خدا یک جا رزق روزی میده که برای حساب کنار نیست. چقدر گوز در بحر بدروی سطل او بگیری معلوم نمیشه. و فکر الله سبحانه و تعالی چقدر که بخوایم میتونم، فقط کوشش کنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شما بشین ان شاء الله. و یک دیل دون شورید حرکت کنین، گپ زنده گوش میکنیم، ویه چشمتون بشین.